یک ساعت و ماندگار شده برای تمام امور. جشن دارم این زمان در مملکت آموزگار، تیرگی را نور سازد روزگار. قدر او خیلی بلند اندر این زمان، نیست مثل او کسی گوانشین در هر مکان. معلم کو میداند که استعداد نیست نشان است و برای استاد شب را با آتش نمودن کافی. بخشیده و روز آموزگاران امروز این پای طوری برآمد دارن هم گوش میکنیم. آفرین راست. درباره معلم و بزرگی آن سخنان خیلی زیادند که ما با جمله از افلاطون آنها را خلاصه میکنیم. معلم چشم و دلها باز سازد، سخن از آدمی آغاز سازد. معلم آنچه در نعمت بیافروخت، ز شاگردان خود استاد سازد. و تحقیق معلم کسی است که به ما تعلیم می‌دهد و بر پایه این معلم اولین معلم پروردگار است. تشکر بر تو بادا استادم، من از غمخواریت بسیار شادم. تو را یک عمر خواهم کرد تقدیم، که بر من داده ای واسیق تعلیم. توانایی واقعی معلم نشان دادن راه است که دانش آموز در آن قدرت دیدنی آینده را پیدا می‌کند. معلم سرور و سرکار انسان، معلم نامبردار عزیزان و دهری به حدود و عالم بوده، معلم جمع اخباری پریشان. در نامه تبریکیش به استاد چنین دیروز چنین می‌گفتم دفتری مشقم را خط می‌زدم، اما گوشم را مکر زیرا در فکر جاری مکن. اکنون میگویم مرا بزن، گوشم را بکش، صراطم را جاری کن، ولی مرا یک لحظه به دوره‌های خوبی مکتبیم برگردان. استاد معلم کسب احساسات دارد، کلید قلب‌های راز دارد. خمیر خام گردد نان پخته و این را کسب انسان ساز دارد. زیرا تمام پیشه‌های دیگر نیز احتیاط و زحمت آموزش و پرورش معلم دارد. ما خیلی به قدر محبت استاد می‌رسیم. نباشد به معلم نامداری، نه فرهنگ و نشانی پایداری. هر امور که باشد به معلم، نسد امور مخاری و زاری. برای یک کودک بیشتر از یک معلم آزادکور و همدان ایدئال بودن نمی‌تواند. خدای بخرد و ناآگاه، ایده خرمنگی خرمانیگاه، مادر استاد این آرام را دود بری کشته عالم و آدم را در نماید. دیوانی دریا دیوان را نفسی آخری تو زنده و جاویدان معلمی اولی. ما باور داریم که معلمان ما همین گناه و یا به دست آوردن صفت تلاش می‌ورزند. کتاب حکمت و معنا معلم، چراغ در ره فردا معلم و نیروی که دارد در بساطش جهان. تنها معلم که اساس ممتاز و نمونه و تمام امور ماندگار است. بلند از الفلک شان معلم، او جان بخش با جان معلم. نباشد نعمت در هر دو عالم، حلال از پاره نان معلم. توانایی یک معلم در آن است که در دیده دانش آموز آینده را نشان می‌دهد. معلم چشم دلها باز سازد، سخن از زندگانی آغاز سازد. معلم آن که در هر بار تعلیم شاگردان خود استاد سازد. که در آغاز آفرینش نخستین کلمه که در کتاب هستی نوشته شده مقدس استاد بود. دریافته از معلم
استادم برام عزتی سواد آموزم. امروز من شاه شدم، حق خود را از استاد میگیرم. نادیمان رفته برای زدن استاد چوبی تر حاضر کنه. اکنون رفته استاد را بیاره. استاد را آورده. السلام علیکم. آمدی استاد؟ در خاطر داری مرا در کودکیم زده بودی تا سواد آموزم. امروز من شاه شدم، قصد خود را از تو میگیرم. این چوبها را دیدی برای زدن شما آماده شده. شما حق دارد جناب. این چی؟ این میوه ثمره همین چوب‌های در آب کرده شما. ببخشی استاد. از این پس من هیچ به استادم نهار نمیخورم و برای استاد معاش اضافه تعیین شده. پادشاه پسر و مکتب دار لفظی سیمینش در کنار نهاد. بر سر لفظی سیمین نوشته بسر جب استاد به میری پدر. این بزرگ هم روبن هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. هیچ اوهان خنجری تیزی نشد. اگر در جهان نبود آموزگار شود خیره از بخیره دوزدار. سخن از زندگانی آغاز سازد. معلم او که در هر بار تعلیم شاگردان خود استاد سازد.